وقت شما تا حالا از خودتون سوال کردین که اگر شناسنامه نداشتین و اگر پدر مادرتون به شما سنتون رو نمیگفتن، آیا واقعا قادر بودین که سنتون رو از روی ظاهرتون، از روی احساساتتون و از میزان سلامت جسمانی و روحیتون تشخیص بدین؟ واقعا قادر بودین که همچین کاری رو بکنین؟ هیچ وقت حالا چنین سوالی رو از خودتون پرسیدین؟ دلیل اینکه من این ویدیو رو با مطرح کردن این سوال شروع کردم مسئله هستش که اصلا موضوع صحبت ویدیوهای من هست. مدتی است که همتون میدونید یا شاید بعضیا ندونن، اولین ویدیویی باشه که از من میبینید. من دوست دارم که مشوق ورزش کردن بین جامعه ایرانی تو همه جای دنیا باشم. میدونم که تعداد زیادی از ایرانیایی که توی خارج از کشور زندگی میکنن شاید دسترسی به منابع انگلیسی برشون مشکل باشه. به خاطر همین مدتی است که سعی کردم یه سری ویدیو درباره ورزش و اینکه ما چطور درست میتونیم ورزش بکنیم و یا اینکه چطور غذا بخوریم، چطور نحوه سلامت زندگی رو بتونیم که دنبال بکنیم، این سری ویدیوها رو با همین هدف که به جامعه ایرانی کمک بکنم و مشوقشون باشم شروع کردم. ولی بعدش راستش فهمیدم که اینکه من حالا نشون بدم که چجوری ورزش بکنین، چجوری اسکوات بکنین، چجوری لانج بکنین، شاید اینکه زیاد هنوز ضرورتش رو خیلی‌ها متوجه نمیشن و براشون اصلا شاید جذابیتی نداشته باشه. چون در واقع به نظر میرسه که ما هنوز بین جامعه ایرانی متاسفانه فرهنگ ورزش جایگاه خودش رو نداره. یعنی خیلی از ایرانیای ما چه تو ایران چه تو کشورهای خارجی هنوز نگاهشون به ورزش کردن یه نگاه طولانی مدت و یه نگاه جدی نیست. خیلی ها ورزش رو به شکل مقطعی نگاه میکنن برای یه دوره خاص و یا اینکه همیشه کار و مسائل دیگه، بچه ها و همه بهانه های دیگر رو در اولویت قرار میدن به خاطر اینکه ورزش نکنن و به سلامتیشون توجه نکنن. به خاطر همین من فکر کردم که شاید اصلا بهتر باشه که اگر من واقعا چنین قصدی رو دارم که میخوام مشوق جامعه ایرانی در همه جای دنیا باشم برای ورزش کردن، بهتره که اصلا درباره فرهنگ ورزش و اینکه چرا ما اصلا ورزش میکنیم باهاتون صحبت بکنم. ویدیوی قبلی منو شاید دیده باشین که در مورد اینکه چرا از ورزش کردن با وزن ما میترسیم یه سری توضیحات رو دادم توی این ویدیو و البته توی یه مجموعه ویدیو، چون سعی میکنم همه رو کوتاه تهیه بکنم که آپلود کردنش توی یوتیوب یا فیسبوک زیاد کار سختی نباشه. بعد میخوام توی این مجموعه در مورد اینکه منافع ورزش کردن با وزن چی هستش با تو صحبت بکنم. دلیل اینکه با مسئله سن شروع کردم اینکه من پارسال یه دوره آموزشی رو داشتم و در مورد ورزش کردن با افراد بالای 50 سال بود و چه منافعی میتونه داشته باشه، اصلا چه دلایلی داره که ما برای ورزش کردن افراد بالای 50 سال این همه تاکید میکنیم. بعد توی این کورس، توی این دوره آموزشی من خیلی اطلاعات زیادی رو یاد گرفتم و بعد خودم خیلی تحقیق کردم. بعد سعی کردم یه دونه موضوع سمینار تهیه کردم برای افرادی که بالای 50 سال هستن و تو باشگاه ورزشی ما میان ورزش میکنن. سمینار خوبی بود. تعداد زیادی از افرادی که توی باشگاه ورزشی ما ورزش میکنن اومدن و تو این سمینار به حرف من گوش دادن. البته این سمینار به زبان انگلیسی بود. بعد فکر کردم که خب این من موضوع صحبتمو دارم به زبان انگلیسی، ولی میتونم که همینا رو به فارسی برای هموطنان ایرانی، موضوع این سخنرانی رو برای هموطنان ایرانی من بگم، باشون در میون بگذارم و همینطور ادامه بدم یه مباحث دیگه رو که در ارتباط با منافع ورزش کردن با وزن هستش. به هر حال اگر که شما یه همچین سوالی رو میتونه که براتون جذابیت داشته باشه که اینکه واقعا سن ما چی هستش، پدیده سن به چه معنایی هست، چرا بعضیا سنشون بیشتر از اون سن شناسنامه ایشون نشون داده میشه، چرا بعضیا جوانتر میمونن، چرا بعضیا پیرتر میمونن، چرا بعضیا حتی تو سنین جوانی احساس خوبی نسبت به سنشون ندارن و حتی تو سن جوانی احساس پیری دارن. بعد اینا سوالاتی هستش که من میخوام که توی این چند تا ویدیو با شما در میون بگذارم.
دو تا مورد اگر که میبینید بعضیا سن شناسنامه ایشون با اون چیزی که به نظر میرسن مختلف هستش، بدونید که اینا دو تا مورد مختلف هستش. ما یه سن شناسنامه ای داریم که خب مبدأش از زمانی که ما به دنیا میایم شروع میشه و بعد همینطور سال به سال بهش افزایش پیدا میکنه و تا زمانی که زندگی ما تموم میشه. بعد یکی هم این سن بیولوژیک ما هستش، یعنی سنی که بر اساس ظاهر ما و میزان سلامتی ما، کاری که بدن ما انجام میده مردم اون رو میبینن، یعنی چیزی که از ظاهر ما مشخصه. بعد معمولا پوست هستش که پوست صورت و تعداد چروک ها و شیپ ظاهری ما خب برای خیلی از افراد این هست که نشون دهنده اینه که سن بیولوژیک ما چقدره. و بعد این پوست و حالت ظاهری ما برمیگرده به اتفاقاتی که درون بدن داره میفته. قلب من چطور کار میکنه، بعد مغز من چطور کار میکنه. مثلا یکی از بیماریایی که در مورد مغز هستش شما میدونید همتون بیماری آلزایمره که با کهولت سن. بعد دستگاه‌های داخلی بدنم، کلیه، طحال، معده، روده، اینا چطور کار میکنن و اونا هستن که میتونن نشون بدن که اگر من انسان سلامت و شاداب و سرحال خوبی هستم، پوستم هم حتما خوبه، بعد چروکای پوستم کمتره، شکل بدنم خوبه و اونا دقیقاً سن بیولوژیک ما رو مشخص میکنن. بعد اینکه حالا چه چیزهایی هستش که واقعاً میتونه که توی این سن بیولوژیک ما تاثیر داشته باشه. یکی از تعریف‌ها و تمجیدهایی که توی فرهنگ زبان فارسی داریم برای همین که سن بیولوژیک ما رو میتونه که براتون مفهومش رو بیشتر بکنه این هستش که مثلا به بعضیا میگن که مثل قالی کرمون میمونه یا فلانی روز به روز بهتر میشه. واقعا هیچ وقت فکر کردین که چرا این اتفاق میفته؟ چرا بعضی روز به روز بهتر میشن با اینکه سنشون بالاتر میره و شما احساس نمیکنین سن شناسنامه ایشونو؟ خودشون احساس نمیکنن، ولی بعضیا رو چرا کاملا احساس میکنین یا و حتی اگر سن واقعیشون رو بهتون بگن شما تعجب میکنین به خاطر اینکه به نظرتون میاد که از سن شناسنامه ایشون 10 سال یا 15 سال حتی بزرگترن. هیچ وقت فکر کردین به این موضوع؟ خب من قبل از اینکه بخوام بیشتر درباره این مسئله سن بیولوژیک باهاتون حرف بزنم یه چند تا آمار رو بهتون میگم. این آمار البته از کشور آمریکاه. من میدونم که متاسفانه تو کشور خودمون ایران به جمعیت افراد مسن زیاد توجهی نمیشه. بیشترشون تو خونن و فعالیت‌های اجتماعی ندارن، کسی بهشون توجه نمیکنه و معمولا چیزی که تو تمام دنیا مرسومه این که ما با بالا رفتن سن تنها میشیم، بچه هامون سراغمون نمیان، بعد مجبور میشیم با تنهایی زندگی بکنیم. بعضیا که بیشتر پول دارن توی مراکزی که از افراد مسن نگهداری میشه اونجا هستن، بعضیا پرستار میگیرن، بعضیا مجبور میشن تو خونه خودشون تنها زندگی بکنن. این آمار مربوط به کشور آمریکاست که در سال 2000 از جمعیت کل آمریکا حدود 35 میلیون نفر از جمعیت آمریکا که 13% جمعیتش بوده بالای 65 سال در نظر گرفته شده و طبق همین آمار پیش بینی میشه که تا سال 2030 این جمعیت 2 برابر بشه، یعنی به 70 میلیون نفر برسه. از این جمعیت 13% یا 35 میلیونی گفته شده که 88% این مردم حداقل با یک بیماری مزمن دارن زندگی میکنن که همین یک بیماری مزمن که حالا بعداً من میگم چه بیماریایی هستش، اینها با بیشترش در ارتباط با نداشتن فعالیت فیزیکی به مقدار کافی هست. به این معنی که اگر اینا فعالیت فیزیکی به اندازه کافی داشتن میتونستن که به این بیماری ها دچار نشن. بعد یه آمار دیگه ای هستش که باز هم بهتون نشون میگم از طول عمر یا چرخه طول عمر از اواسط قرن 19 تا به امروز، یعنی از 2 قرن پیش به الان
چرخه زندگی یا طول عمر انسان 2 برابر شده. علتش چیه؟ علتش اینه که علم پزشکی پیشرفت کرده و جلوی خیلی از بیماری‌هایی که باعث مرگ و میر میشد در گذشته الان جلوگیری شده. بیماری‌های عفونی، بیماری‌های بسیار ساده، هممون میدونیم خیلی‌ها مثلا در اثر زایمان و یا یه عفونت خیلی ساده از بین میرفتن، در اثر بیماری ذات‌الریه از بین میرفتن. الان خوشبختانه علم پزشکی تا جایی پیشرفت کرده که تونسته جلوی خیلی از بیماری‌های عفونی که باعث مرگ و میر می‌شدن در گذشته جلوی اونا رو بگیره. ولی از طرف دیگه بیماری‌های زیادی به انسان در حال حاضر اضافه شده و اون بیماری‌هایی هستش که در ارتباط با نحوه زندگی ما هستش. نحوه زندگی ما جوری هست که در حال حاضر همون بیماری‌های مزمن و همون بیماری‌هایی که معمولاً با کهولت سن مردم دچارش میشن گریبانگیر خیلی از مردم در تمام دنیا هستش. اینکه چرا یه عده‌ای مجبور میشن با افزایش سنشون از این گونه بیماری‌ها رنج ببرن و توی رخت خواب بمونن یا توی مراکز نگهداری از افراد مسن بمونن، و یا اینکه چی میشه که یه عده‌ای از مردم، یه عده‌ای از افراد میتونن که با اینکه سنشون بالا هستش هنوز به فعالیت‌های فیزیکیشون ادامه بدن، هنوز میتونن تو مسابقات ورزشی مثل ماراتون شرکت بکنن. چه اتفاقی واقعا میفته؟ آیا شما قبول دارین که ما میتونیم تا حد زیادی مسئولیت این مورد رو به عهده بگیریم و اینکه چرا مثلا یه عده‌ای از افراد مسن در این حال که سنشون بالا رفته ولی هنوز بدنشون تو فرم خوبی هست، بیماری ندارن، تمام کاراشون رو خودشون انجام میدن و نیازی ندارن که بچه‌هاشون ازشون نگهداری بکنن، پس انتظاری هم ندارن که کسی بیاد از اونها مراقبت بکنه و یا حتی نگرانه نیستن که نباید پولی بدن برای پرستار که بخواد از اونها مواظبت بکنه، براشون خرید بکنه و کارهای عادی زندگیشون رو انجام بده. ببینید این مسئله‌ای که واقعاً باعث میشه که یه عده‌ای از افراد مسن با بیماری زندگی بکنن برای سالیان سال، دارو مصرف بکنن و در این حال نتیجه خاصی رو نگیرن، همونطور که گفتم برمیگرده به نحوه زندگی ما. نحوه زندگی ما همونطور که تو مسئله چرخه عمر گفتیم بیش از 88% بیماری‌هایی که افراد مسن باهاش مواجه هستند در اثر نداشتن فعالیت فیزیکی هستش و اینکه اگر این فعالیت‌های فیزیکی رو اینا انجام میدادن میتونستن که از این نوع بیماری‌ها جلوگیری بکنن. معمولاً بیماری‌هایی که با افزایش سن میزانشون بالاتر میره بیماری‌های مثل بیماری‌های قلب و عروق، فشار خون هست، بالا رفتن کلسترول، بیماری پوکی و استخوان، بعد انواع و اقسام شکستگی‌ها در قسمت‌های مختلف بدن که پوکی و استخوان میتونه مقدمش باشه و بعد اگر خدای نکرده کسی دچار شکستگی بشه توی قسمت بدنش، معمولا این جوش نمیخوره و مجبور میشه تا دوران زیادی رو توی رخت خواب بمونه. از طرفی عده‌ای رو میبینیم که خیلی خوب زندگی میکنن و تا آخرین لحظات زندگیشون میتونن از زندگیشون لذت ببرن. یک کمی به این موضوع فکر بکنین و ببینین که شما دوست دارین که تو کدوم دسته از این دوتا گروه آدمی که بهتون گفتم قرار بگیرید.